این ادعا صحیح نیست. قدمت یک بنای 50,000 ساله در شمال توکیو از نظر تاریخی و باستانشناسی مورد تایید نیست و احتمالاً یک اطلاعات نادرست است. قدیمی ترین و شناخته شده ترین بنای توکیو که قدمت آن به دوره مذهبی و باستانشناسی مربوط می شود، معبد سنسوجی است که تاریخ ساخت آن به قرن 7 میلادی باز می گردد. معبد سنسوجی قدیمی ترین معبد توکیو در منطقه آساکوسا قرار دارد و در واقع قدیمی ترین بنای مذهبی این شهر به شمار می رود. قدمت در حالی که این معبد قدمتی بیش از 1300 سال دارد، اما به هیچ وجه قدمت 50,000 ساله ندارد. منبع اطلاعاتی در مورد قدمت 50,000 ساله بنایی در شمال توکیو در منابع معتبر باستانشناسی و تاریخی یافت نمی شود و این ادعا به نظر می رسد که نادرست و غیر واقعی باشد. دانستنی‌های علمی سبب می شود که اطلاعات عمومی بالا برود و با حقایق جالبی آشنا شوید، پس کانال ما رو دنبال کنید.